آیه ولایت و خرافه‌گویی آخوند. انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولایت داره مثل خدا، ولایت داره مثل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، آن سلطان اولین و آخرین که در حال رکوع زکات داده، زکات خاتم داده. اینجا که اجماع موجوده از همگی، اهل تفسیر، اهل حدیث، اهل تاریخ، خدمت شما عرض بکنم اهل کتب کلام، که مصداق این آیه مبارکه وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. وقتی که ولایت مثل خدا داشت، وقتی که ولایت مثل پیغمبر داشت، الله اکبر، وقتی که ولایت مثل خدا و پیغمبر داشت، این مقام فوق امامته. بینندگان گرامی، شیعیان بعد از اینکه عاجز ماندند که یک آیه صریح بیاورند تا دلالت بر امامت و ولایت امام علی رضی الله عنه و دیگر ائمه نماید، دست به تحریف معانی و شأن نزول آیات قرآنی زدند و قرآن را به گونه‌ای تفسیر نمودند که هیچ همخوانی با سیاق و سباق آیات و با اصول تفسیری ندارد. همان گونه که این آخوند ادعا می کند که آیه 55 سوره مائده در مورد امامت و ولایت امام علی رضی الله عنه نازل شده است، چرا که ایشان انگشتر خود را در حالی که مشغول نماز بودند به نیازمندی صدقه داد. و این آخوند به دروغ ادعا می کند که اجماع اهل تفسیر و تاریخ بر این امر موجود است، حالان که بنا به دلایل ذیل به اتفاق اهل علم این جریان دروغی بیش نیست. اول اینکه سیاق آیه برخلاف ادعای شماست. آیات 51 تا 56 سوره مائده در مورد یهودیان و مسیحیان صحبت نموده و مسلمانها را از تولی و دوستی با آنها منع نموده، سفارش می کند که ولی و دوست آنها فقط الله متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم و مؤمنان هستند و باید آنها را به دوستی گرفت. حال این آیات را با هم میشنویم. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ای مؤمنان، یهود و نصارا را به دوستی نگیرید. آنان دوستان یکدیگرند. هر کس از شما با آنها دوستی نماید
پس او یکی از آنهاست. بیگمان الله گروه ستمکار را هدایت نمی کند. بیماردلان را می بینی که به دوستی با یهود و نصارا می شتابند و می گویند می ترسیم آسیب و گزندی به ما برسد. چه بسا الله برای مسلمانان پیروزی و فتحی پیش آورد یا از نزد خویش فرمانی بفرستد و بدین سان بیماردلان از آنچه در دلهایشان پنهان می داشتند پشیمان شوند و افسوس بخورند. در آن هنگام مؤمنان می گویند عجب، اینها همان کسانی هستند که به نام الله سوگندهای ساختگی یاد می کردند و می گفتند ما با شما هستیم. اعمالشان تباه گشت و جزو زیانکاران شدند. ای مؤمنان، آن دست از شما که از دینشان برگردند بدانند که الله گروهی خواهد آورد که آنان را دوست دارد و آنها نیز الله را دوست دارند و در برابر مؤمنان فروتن هستند و در برابر کافران سخت و شدید و در راه الله جهاد می کنند و از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی هراسند. این فضل الله است که به هر کس بخواهد می بخشد و الله بخشنده داناست. تنها الله و پیامبرش و مؤمنانی که نماز را برپا می دارند و زکات می دهند و پیوسته فروتن و متواضعند دوست شما هستند و هر کس الله و پیامبرش و مؤمنان را به دوستی بگیرد پس بداند که حزب و گروه الله پیروزند. دوم این که شأن نزول آیه به اتفاق مفسرین مثل طبری، ابن کثیر و قرطبی در مورد حضرت عباده بن صامت رضی الله عنه و رأس منافقین عبدالله بن ابی است. هنگامی که یهود بنی قینقاع با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جنگیدند، عبدالله بن ابی بر اساس پیمانی که با آنان داشت از یاری مسلمانان سر باز زد. اما عباده بن صامت رضی الله عنه که او نیز دوستان و همپیمانان زیادی از یهودیان داشت، نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفت و از پیمان و دوستی با یهودیان براءت جست و از تمام تعهداتی که با آنها داشت دست شست و آن هنگام این آیات نازل شد. اما روایاتی که در مورد صدقه دادن انگشتر توسط علی رضی الله عنه وارد شده، امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر خود تمامی طرق و اسانید این روایت را بررسی نموده میگوید و هیچ یک از آنها به دلیل ضعف اسانید و جهالت راویان آن به صحت نرسیده است. سوم این که آیه با لفظ جمع به کار رفته است، والذین آمنوا، و کسانی که ایمان آورده اند، و علی رضی الله عنه یک نفر است و اگر گفته شود این نشانه تعظیم و تکریم است، میگوییم مقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از علی رضی الله عنه بالاتر است. پس چرا الله متعال در هیچ جای قرآن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را به صورت جمع خطاب نکرده است؟ چهارم این که اگر ولی را به معنی حاکم و امیر یا خلیفه معنی کنیم، در این صورت معنی آیه چنین می شود: همانا امیر و خلیفه شما الله و رسولش و مؤمنان هستند و این را هیچ عقلی قبول نمی کند، بلکه معنی اصلی ولی نصرت دهنده و یاری کننده است. پنجم این که آیه از زکات فرض صحبت می کند، نه از صدقه نفلی، و محل دادن زکات در وسط نماز نیست بلکه خارج از نماز است و مراد از رکوع در این آیه خشوع و خضوع است، نه رکوع در نماز، چون در این آیه اقامه نماز و پرداخت زکات با لفظ واو عطف شده اند و جمله و هم راکعون طبق لغت عرب حال قرار گرفته و حالت و وضعیت ادای فعل ما قبل خود را بیان می دارد و این بیان به هر دو جمله معطوف شده برمی گردد و نه به یکی از آنها، زیرا آن دو جمله به هم عطف شده اند. حال اگر از این جمله حالیه پرداخت زکات را در حالت رکوع ثابت می نمایید، پس باید بپذیرید که این وصف حال شامل اقامه نماز نیز می گردد و آنگاه معنای جمله این گونه خواهد شد و در حالت رکوع نماز می خوانند و زکات پرداخت می کنند و بطلان این معنا کاملا آشکار است، زیرا نماز خواندن در حالت رکوع محال است و قیام و سجده و تشهد برایش باقی نخواهد ماند. پس از آن چه گذشت ثابت می گردد که معنی رکوع در آیه خشوع و خضوع است و اصل ترجمه این گونه است و با حالت خشوع نماز می خوانند و زکات پرداخت می کنند.